یه جورای خاصم من اصلا از قضا اونقدر عجیب و غریبم میگن از فضا اومدم. هیچ ربطی به این دنیام ندارم، آدم شده دنیام برا من. پای تخت ایران زیر قدمامون، ولی به شما تو الی میرسن فراوونا. فاز بد نه نمیخوام بدم به این تریپا، اصلا نه نمیاد بتنه. من عاشق رپ شدم آجی، عادتم به شب تا صبح و چپ کنم پا بیتمش بنویسم. مینویسم تا که راضی بشه دلم، بشنوی صدام و ته دلت خالی بشه یکم. همه چی عالیه، میبینی بالام دنیا رو خیلی ریز میبینم این زاویه. خب اینم آخریشه، میچینیم ته دیگ ما صدا رو داریم اگه هیچی نی کف جیب. نیستیم قابل پیش بینی، پی حریفم گشتی میشینی مثل طوفان پیش میریم. نیستیم قابل پیشگیری، نیست تو دلمون بس از این که رپ رو بدیم درس بس. نیست شوری پای کاری من تو وقتی مغز خسته است. نیستیم قابل پیش بینی، پی حریفم گشتی میشینی مثل طوفان پیش میریم. نیستیم قابل پیشگیری، نیست تو دلمون بس از این که رپ رو بدیم درس بس. نیست شوری پای کاری من تو وقتی مغز خسته است. شب تا صبح با ماه بیداریم، جلو پای قلم هزار تا راه میذاریم. ما کارشو بلده، چپ نه نمیره باش آشنا مسیر جب نه نمیشه داشت. داستان ما رو همه گوش میدن، گیج میشن یه چیزایی در گوش میگن. ما همینیم و بس، ما باعث چرخش زمینیم و تش نزدیک، ولی ما نزدیک همین. نه مثل لاشخوری که میکنه و میره، میگذره و میگه دیگه پیچیده مغزش. دنیا بده باشی نه منظور دار واسه مخاطب خاص. ظرفای دل ما رو فقط قلم میفهمه، دهنشو باز کنه دهن میبنده. ما کلن همینیم و همین میمونیم، فکر بدخوار و زمین میکنیم. نیستیم قابل پیش بینی، پی حریفم گشتی میشگینی مثل طوفان